نکنید خود چیزم بیارم آرم قسمت سایفلکس هم بغلش. اینجا قسمتی داریم به اسم کلاد که خیلی هم ساده است. چون سایفلکس هم کار کردید زیاد فرقی براتون نمیکنه. به عنوان مثال شما میایید یه دونه رکتنگل کار میکنید، انتخاب میکنید، توی کلاد میگید create panel. create panel که میکنید بکنید دور تا دور این باوندری یا دور پارچه رو مشخص میکنه. این دور پارچه است. پنل انتخاب میکنید، همین پنلی که اینجا هست، و میایید این برای مشخص کردن دور پارچه است. میگه اینه. میایید میگید garment یعنی پارچه. الان نگاه کنید داخل یه خط بهش اضافه شد. این یعنی الان پارچه شده. ولی سیستم ستاییه، کلا ستایی حال میکنه. اینجا نگاه کنید یه سی پی سولور هست، یه سی پی استیچر هست. سی پی استیچر برای بالا بردن رزولوشن پارچه‌تونه، مثلا 200. اما سالوری که دارید انتخاب کردید یه سری امکانات داره برای ادیت پارچه. عین اون سایفلکس کلاده. این دقیقا همون سایفلکس کلاده ولی سیستم رزولوشنش روی خودشه. برای اینکه این بیفته روی یه آبجکت دیگه اینجا create collision object هست. اینجا توی پلیگون به عنوان مثال یه توپ کره. خب اینو انتخابش میکنید، میاد توی کلود میگید create collision object. create collision object میاد به چی میچسبه؟ به سی پی سالور 1، در حالی که خود اینم جزء سی پی سالور 1. اما سی پی سالور چیه؟ سی پی سالور گفتن همون سایفلکس کلاده. اینجا بیاید توی سالورا یه سولور هست به اسم سی پی سالور 1 که تمام خصوصیات پارچه داخل این تعریف میشه. اگه خواستید پارچه دیگه‌ای با مشخصات دیگه‌ای داشته باشید میایید سیمولیشن میکنید، سولور دیگه‌ای میسازید و هر پارچه رو به سالور خودش نسبت میدید. به عنوان مثال الان این پارچه رو اگه من سیمولیتش بکنم، خود سنگینه فکر کنم، آره ولی خب شروع میکنه به سیمولیت کردن. الان نگاه کنید فاصله هست اینجا بین پارچه و آبجکت. برمیگردم عقب و چیه؟ برمیگردم عقب و خود کلیژن آبجکت رو انتخاب میکنم و میرم توی اتریبیوت ایتر. یه گزینه هست به اسم collision offset، یا همینجا هم هست دیگه، collision offset. این فاصله بین آبجکت و آبجکت کلیدی با پارچه است. خود پارچه هم با خود پارچه فاصله داره، ولی اینجا فاصله بین آبجکت کلیدی با خود پارچه است. میگیرم مثلا 1/10. دوباره سیمولیت میکنم. ببینید چرا سریع شد و اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چون به صورت پیش‌فرض مایه خودش کش میگیره. میاد اینجا پارچه‌تون رو انتخاب میکنید و توی سیمولیت میگید دلیت کش. تو خود پارچه ها اینه، این دلیت کش. دوباره سیمولیت میکنم. خب الان میام نگاه میکنم این فاصله خیلی کم شد. موضوع بعدی اینه که این پارچه‌ای که شما ساختید دلیت کش سفته. ببینید خیلی علت سفتیش اینه که الان سیستم مایا سیستم سانتیمتره. خب این سیستم سانتیمتر هر چیزی کوچیک‌تر باشه، چه پارچه چه هر چیزی فرق نمی‌کنه، نمیتونه توش چین و چروک باشه. یه تیکه کاغذ اینجوری بندازی روی کره هیچ اتفاقی براش نمیفته. ولی اگه یه پارچه خیلی گنده بندازی روی کره قشنگ شل میشه. اینا همه خصوصیاتی که توی سالور هست. میای توی سیمولیت، میای توی سالور، اینجا میای چی میگی سالور.
حالا اینا رو توضیح میدیم، ولی اینجا گزینه ای هست به اسم سالور اسکیل که خیلی زیاد ازش استفاده میکنید. سالور اسکیل میاد به عنوان مثلا یک مقیاس یک گرفته، 5ش میکنه. الان پارچه من اگه 1 سانتی متر باشه میکنه 5 سانتی متر، یعنی 5 برابرش میکنه، یا عددی که خودتون دوست داشتید. پلی میکنید، میبینید سیمولیتر پارچه نرمتر و کشدارتر میشه. کافیه. آره. به این شکل. خب پس این در مورد هر چقدر اینو بیشتر کنیم پارچه‌تون به سیلک یا به ابریشم نزدیکتر میشه. دیلیت هیستوری بیایم، یا از همینجا یا از همینجا، اینجا هم هست، فرقی نمیکنه. سالور رو میگیرم 20. این چه پارچه عجیبی به وجود میاد. نرمه. حال کرده یه سری سوال اومد مثلا پارچه‌مون دایره بسازیم، یه نیم دایره پایین باشه بعد بالای مربع باشه. نه این پرچم چیزا قصد قلعه ملا هست اینجوری. آها، چیزا خصوصیات کنیم چرا که نه. این خطایی که اینجا داری آره مثلا انتخاب میکنیم پیش بیرون، دقیقا همون سیستم، هیچ فرقی نمیکنه. بعد الان چون کش داریم، نه کش رو پاک کردم. خیلی پارچه قشنگی هم اتفاقا. این برای مواقعی که سایفلکس نیست. سایفلکس غیر از کار پارچه کارهای دیگه هم میکنه، میاد مو میسازه، چه میدونم کارهای ریگینگی میکنه، خیلی کارا میکنه که دیدیم و پارچه‌ش هم در حد عالیه. اونم میتونه دقیقا به همین شکل در بیاره، هیچ مشکلی براش نیست. ولی برای مواقعی که میخواید از خود پارچه مایع استفاده کنید این بهترین گزینه است. خب این در این مورد. اما دیگه ببینیم پارچه چیا داره. چی کشمی چی سولر یادم نیست بیایم اینجا سولر. غیر از این یه سری حالت ها داره توی نیست dependent time. خیلی خوب. غیر از اینها شما یه CP default property دارید. این CP default property گزینه‌ایه که خیلی چیزا رو تعریف میکنه، مثل دقیقاً این چیز عمل میکنه، سایفلکس عمل میکنه. اینجا گزینه‌های مثل اسکیل رو یادتونه، گزینه اسکیل که دیروز اون لباس دختره میشد تقریبا چیز میشد، این همینه. الان اسکیل یو وی یکه، مثلا هول ویشو میکنم 2، عقب دیلیت کش میکنم، پلی میکنم. ببینید کش داد پارچه رو تو این محور، پارچه تو این محور کش داد، آوردش داره میارتش پایین. البته CP سلورش خورده زیاده، حالا کمش بکنی شروع کش میده میارتش اینور. به درد مواقعی که پارچه میخواید بندازید پایین کش بده، شبیه ملافه شده انداختی روی چیزی. پس اون هم این گزینه است، برای هر کدومشون هست، هم برای این محور هم برای این محور.
یادتونه بند داشتیم، یه چیزی داشتیم بند بود، یه چیزی داشتیم شیرینگ بود، یه چیزی داشتیم چی بود اولیه؟ استرچ. این هم همونه، این بند است. U bend resistance یعنی محدود کردن. میام اینو به عددی مثل 1 کم میکنم. نتیجهشو باید ببینید. کش مونده. این پارچه چیزش کم شده بود، اسکیلش کم شده بود، چیز سولور اسکیلش شده 20، ولی الان نگاه کنید مثل دفعه پیش خیلی کش نیومد چون بندشو کم کردن. به این شکل شد. الان دیگه چی؟ خب کلی دوتا محور داره. یکی میزان خمشه، ریتشه، نه که چیز ساده ایه. استرچ ریسیستنس رو یادتونه؟ این مهمه. دلیت کش. CP default. رو داشتش. خیلی نش. این محدود کردن کشیدگیه. 50 میکنمش 200. پلی میکنم. کش میاد. بنش. استرچر رو سفتر کرد. نه. اینجا سفتره. اوکی. دیگه چی داره؟ ولی اگه خواستید یه سری چیزا رو پیش‌فرض بگیره، اینجا اگه نگاه کنید توی لود متریال که باید یه سری update remove save as مثلا این نداره، الان چیزی توش نیست، هیچی لیست نکرده اینجا، باش کپی نشده. ولی شما میتونید هر کدوم از این حالتها رو که خواستید ذخیره بکنید. خیلی ساده سیو از میکنید، این اسمی هم بهش میدید. چی گفته؟ اینش الان فعال نیست. AE CP Cloud Property Base Template.ml این نیست انگار، پیداش نکرده. در وگرنه خودش کتان داره، چه میدونم چرم داره، عین ایزی فلکسه، خیلی شبیه اونه. یا گزینه مهم دیگهش دنسیتیه. دنسیتی تا کمتر باشه پارچه یواشتر سیمولیت میشه و سبکتره، پارچه سبکتریه. ولی اگه اینو سنگینش بکنید، مثلا بگیریدش 0.3 و دیلیت کش کنم، پارچه خیلی سنگین تری دارید. ببینید چه پارچه سنگین تر شد. دیگه در میاد، خیلی سنگین شد. یه خورده برمیگرده، یه خود سفتش بود. و پارچه سنگینیه، این پارچه خیس میمونه. یا نه خب عددهای کمتر سبکترش میکنه. خب دیلیت کش. و گزینه هایی مثل تیکنس وقتی که دو تا پارچه روی هم دیگه بیفتن مهمه. تیکنس پارچه بذارید من یه نیو کنم.
بیایم اینجا توی پلیگون یه پلن بسازم و یه رکتنگل کلود در جا اول خط ایجاد کنه، یعنی مثلا میتونه نمیشه یا پلن پلیگون نمیشه. چرا میشه ولی خودش پیشنهاد نمیکنه. شما میتونید یه پلن رو بیارید بالا، توی اینجا گزینه ای داره به اسم Create Cloud Object. وقتی این کارو میکنید اینو تبدیل رو دیدی ستایش کرد. تا قبلش به دیلیت هیستوری حتما باید به حالش بگیرید. بعد اینجا بگید Create Cloud. این چرا فعال میشه؟ این پایینی صورتی میشه چون این هم داره از سولور یک استفاده میکنه. الان اینجا نسبت به هم دیگه میتونن برخورد داشته باشن. مثلا لباس یا هر چیزیه ولی یه خورده متفاوته بحث سیمولیت کردنش. اینم ببینید. اینو بذارم توی لیر دیده نشه. خب اینو میایم پلی میکنیم به این شکل. ولی خب پارچه خودش اون چیزی که خودش درست میکنه خیلی تمیزتر و بهتر از آب در میاد تا این چیزی که اینجا هست. این خود رو بیشتر کنم 6 دیلیت کش. این یه خود صفحه است. ستایی خیلی بهتر جواب میده. هرچند این رزولوشنش هم به هر حال پایینه ولی اون بازی که باید ستایی بکنه این نمیکنه. اما این فرض میکنیم که این هیچی، از این هم یه داپلیکیت میگیرم کوچکترش میکنم میارمش بالا کوچکتر. خیلی خوب میارم پایین تقریبا من از این لازم دارم بعدا. این الان سیمولیتش میکنم. میام اینجا رزولوشنش رو خود ببرم بالا. چطور کردیم پارچه رو؟ اون سوال دیروز شما بود اون پارچه رو مینداختی زیرش یه فاصله ای بود بعد وقتی که جابجاش میکردی سیو انشیال میکردی که موقعیتش اونجا تصمیم میشد دیگه اینجوری این اتفاق نمیافتاد. الان تو اینم هست، تو اینم بهتون نشون میدم. خب create garment گذاشتش رو بدم سر. خب من اینو سیمولیتش میکنم یه خورده نرمتر. خب الان چیز تیکنس این عدد 2/10. موقعی که پلی میکنید 2/10 فاصله داره تقریبا 2 سانتی متر. لرزشش به خاطر اینه که داره پشت اینو میبینه، پشت این پلنر رو میبینه. پشت پلنم چون نرمالاش فرق میکنه میزنه. الان این 2/10 فاصله داره. تیکنس اینه. میام تیکنسش رو میگیرم 1/10. دیلیت کش میکنم دوباره پلی میکنم. خب البته این باید پارچه باشه. آره این روی رو خود پارچه جواب میده. البته کلید این هم هست. این تیکنس پارچه، دو تا پارچه که روی هم دیگه بیفتن فاصله بین این دوتاست. ضخامت پارچه دوتاییه. روی این کلیژنه، روی این جواب نمیده. یه چیز دیگه دارید توی اینها، توی کلیژن ها به اسم دیپث، عمق. بذار اینم ببینید. رو بردارم. اینو سریع میگم که چون چیزای دیگر رو سایفلکس رو کار کردید.
اینو به عنوان کلید انتخاب میکنید. یه کلید آبجکت. توی کلود گزینه هست به اسم Create Collision Offset Deep Mesh. وقتی که میایید نگاه میکنید میبینید یه دو تا چیز درست کرده، یکی توه یکی بیرونه. حالا توی هنوز دیده نمیشه. یکیش دیپسه، میاد میکشدش بیرون یا نه. این که آفست، میتونید بگید آفست این به تو یا به بیرون باشه. این همون انولوپ سایفلکسه. میارمش اینجا میذارمش و دیپت هم همون اینترنال انولوپه، هیچ فرقی نمیکنه. اینم باید بگید منهای 1/10. من اینو بیرون پارچه میذارم، من اینکه شما بخواید کلیده داخل تاثیر بذاره. اینو به آفست برمیگردی میاری تو. الان موقعی که این که هنوز کشاش هست، دلیت کش، دلیت کش، بهش پارچهش خورده ضعیفه. بردارم میرم پایین، دلیت کش، پلی. حالا برحال این فاصله خیلی کمتری داره از آبجکت. من نگرفته کامل ولی به هر حال اینه که اگه هم نخواستیدش خیلی ساده اینجا میگید نباشه، ریموو میکنین این کلیژن آفست دیپ مپو، دیگه نداریدش. اون فقط برای دیدنه، برای نمایش. دلیت کش، فقط برای نمایش دادنه. اما باز بیایم ببینیم دیگه چیا هست. به خود این پارچه رو من رزولوشنشو بالاتر ببرم. خیلی خوب، این آفست رو بگیرم 3. دیدید اینم عین انولوپ هست، اکسترنال و ایناش اگه خیلی کوچیک باشه ازش رد میشه. مثلا داغون شده این. ولی یه چیز دیگه هم اینجا هست. فرض کنید که این سری فیس رو گرفت کشیدید بالا، ورتکس رو دست زدید، دیلیت کشش میکنن، نمیکشم پایین، پلی میکنم، همینجوری پلی میشه. یعنی با هم موقعیت ورتکساش میمونه سر جای خودش. اینجا یه اتفاقایی داره میفته. آره. خب اما برای اینکه این اتفاق نیفته پارچه تغییر فرم داده به هر دلیلی. توی سیمولیت گزینه هست به اسم Update Cloud State. این وضعیت رو براش دوباره تعریف میکنه، میگه پارچه اینجوریه. موقع پلی کردن دیگه پارچه سریع خودش رو جمع میکنه و میاد پایین. حالا به هر دلیل، حالا نخورد بهش مهم نیست، ولی پارچه خودش رو جمع میکنه. یعنی این وضعیت رو نگه نمیداره. این عین همون قضیه‌ای که ما توی سایفلکس داشتیم. پارچه رو اومدیم شکلش رو عوض کردیم از طریق اون گزینه‌ای بود که این پارچه رو شبیه اون یکی میکرد، شکل رو عوض میکردیم. این دقیقا شبیه اونه. خب برگردم عقب، بذارید اینا رو پاکشون کنن، اینا خراب شده. در مورد فریکشن هم بگم. فریکشن ها که اونورم کار کردید، فقط اینجا جاشون رو متوجه بشید کجاست. کافیه بزرگش کنم، بیارم انتخاب کنم، بگم گارمنت، میشش میگیریم تویست. خوبه. و create polygon sphere من بیارم اینا رو زیاد. خیلی خوب.
cloud create object collision. بعد انیمیتش میکنم. اینجا که هست موقعیت اولش اینا رو بگیریم 300 و موقعیت اولش اینو برمیدارم میام کی سلکتد، بعد میام مثلا فریم 20 تا 40 اینها میشم بیرون. خب پلی وقتی که میکنم خیلی الان فریکشن ما خیلی عدد کمیه. خیلی یه فریکشن داریم برای خود آبجکت، یکیش نوشته static friction multiplier، یکیش نوشته dynamic friction multiplier. خب static برای مواقعی که آبجکت کلیدیتون ثابته، ولی داینامیک برای مواقعی که آبجکت در حال حرکته. الان اینو میگیرم مثلا عددی مثل 10 دلیت کش، این جلو این پارچه رو خودش تا حد زیادی با خودش میبره. بهش حالا ممکن کم کم شل بشه چون عددش رو 1 نگرفتیم، ولی داره کار میکنه. حالا فرض بکنیم که اینو دیلیت کش کنم، اینو انتخاب میکنم نمیخوام جا به جا بشه، لحظه این کیاشو میوت کنم، میوت سلکتد، میام به جای این میگیرم همون 1 استاتیک میدم برای مواقعی که ثابته. اینجا آبجکت کلیدی سعی میکنه اینو نگهش داره، با وجودی که اینور سنگین تره، اینور سنگین تره و باید سر بخوره، ولی اینور نگهش داشته. خب یه گزینه هم اینجا هست به اسم collision priority، تقدم. این پارچه باشه، یه پلنر هم درست کنه و بزرگش کنه، بیارم تقریبا اینجا، اینا رو برمیدارم، آن میوت میکنم، آن میوت سلکتد. این آن میوتو که الان دیدید دیگه چه اتفاقی شد، فکر نکنم گفته باشم تا حالا بهتون. نه آره بعضی چیزا کم کم از ما در میاد. خب فرض بکنیم که این ریکانکشن کنم اینجا، الان دیر ناخونم حسابات نمارم. خب اینم میارم اینجا. او هم خوردی من زود کنم بیرون کنم یه درتی دو نخورده خواب هست همین دیگه. خب اینم دیلیت کش کنم، اینا رو کلا دیلیت کش کنم. الان موقعی که پلی بکنم این میاد، کجا رفتی؟ بله این فشار میده توی چی؟ توی پارچه. حالا این توپه رو من میخوام 2 بار چیز کنم، یه بار اومد تا اینجا، یه بار دیگه خورده برگرده بالا، دوباره بیاد اینجا، دوباره بیاد این رفت توی اون زیری چون این فشارش داده. الان میخوام اینو بگم. خب یه بار دیگه دیلیت کش، فشارش دادم تو، دوباره بیا بالا، داریم میاد دوباره بیرون به خاطر اینکه کلید داره، دوباره برو تو. خیلی این دوتا کلیدن، این کلیده اینم کلیده. خیلی دیلیت کش، این انتخابش میکنم. اینجا گزینه هست اسم collision priority، دوش میکنم. ببین الان نتیجه چی میشه.
دیگه همون خبری قضیه نیست. است که عدد اگه متفاوت بشه برخورد صورت نمیگیره. نه این تقدمش شد 2، این تقدمش 1 دیگه پارچه رو فشار نمیده. حالا تقدم اینو دستکاری میکنیم. اینم میگیرم 0. بازم نیامد. اینو میگیریمش 3. دیگه همون دوباره یکی رفت عقب تر از این. اینجوری میتونید تفاوت قائل بشید بین کلیژناتون، بگید این تقدم بر این داره یا این تقدم بر این داره. اینجوری راحت میشه اینا رو تغییر داد. خب اینم در مورد این. دیگه ببینیم چی داره این سایفلکس ما. هیچکی نمیگه سایفلکس نیستین. نه دیگه سایفلکس کلودیه. آره دمپینگ رو یادتونه؟ بله. خب اینجا همین دمپینگه برای پارچه هم هست، مخصوصا اگه این که این نباشه و این در پایین باشد و اینها هم بریک باشد. خب پارچه اینجا میگیم دمپینگ کلاود 2 پلی میکنم. کشش مونده، دیلیت کش. این حرکتاش زودتر پارچه وای میسه. زود تمام میشه. این قسمت چیز نداره وقتی ریل تایم مثل اون که پلی بود میزدیم. اینه توی سیمولیت بهش میگن که البته این یه خورده فرق میکنه با اون. استارت لوکال سیمولیت میکنید. اونم اگه یادتون باشه هر وقت که استاپ میکرد همینجا سیو انشیال میکرد، یادتونه؟ اینم همین جوریه. نگاه کنید این دیلیت کشش کنم. همینه. فرم تغییر نمیکنه ولی داره کالکیولیت میکنه. این فرم سر جای خودش. وقتی هم که کنسل بکنید، تمامش بکنید، دیگه فرم یکتون همونجاست دیگه، تموم شده دیگه. در واقع نتیجه رو فقط نه مثل اون که تغییر میدادیم و اینا. نه این اینجوری نیست.